خط نوشته که اوچه جا خدمت میکشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرها و خواهرها، خواهش میکنم، التماس میکنم همین نوار را پهن کنین. همین خواهرها که میبینین، همین خواهرکمون یک ماه شد بیدرک ای. سال تولدش 2005 ای شهر حصار بوده. نام فامیلیش قربانزاده آزاده دلشاد. این خواهرکمون شوهر میکنه، یک ماه زندگی میکنه. روز 12 ایون یک ماه شده است. ای خانه برآمدگی شو برآمدگی تا حال هیچ کس نمیدونه که در کجای. پیش از برآمدنش خط نویسندگی از اینجا جلسه‌های مادرش میمونم. در خط چی نویسندگی همه شخصان گوش کنین. اگه مقامات گفتگو کرده سیان خانواده خودشون و خانواده شوهرشون گفتگو کرده سیان تا حال به درک نیافتگی انشا با همین خاطر مادرش ما التماس کرد، خواهش کرده که امیرا در شبکه‌ها پهن کنیم تا که زودتر یافت شود. و همین خاطر التماس میکنم همین نوارا پهن کنین، لایک پدلیس کنین تا که همین خواهرک پیدا شود و همین مادرکمون مثال خرسان شود. در جای نمی دخترک نامش قربانزاده آزاده دلشاده. تولدش 2005 ای 12 اون ماه ای خونه شو برآمده سک شوش میگه ساعتای 2 شو خستم بعد ساعتای 14 میخزن نیسته. خط نوشته که اوچه جا خدمت میکشم که اگر خط نوشته مونده خسته نیسته تا حال یا بیدرکه هم قمیک و روز از قدم دادگیم یکون خبر نیسته. همیره یا برک ببینی خونه معاینه حصار میشیم، خانه خدمانه حصار لطبند میشیم، تو خانه شوش ای گلخانیه.